من خدا وکیلی خودتون بذارین جا من باید چیکار کنم؟ الان درست 1 سالی که علنا دارم خودمو معرفی میکنم تو 5 مرتبه قم رفتم، 2 مرتبه تهران رفتم، 2 مرتبه مشهد رفتم. به یه بدبختی با خانواده یه پیکان قراضه درب داغون، خودم خیلی مشکلات زیادی دارم. خیلی من خونم روی داستان گذاشتم، روی جریان گذاشتم. ببینین من باید چی کار کنم؟ هیچکی جواب منو نمیده. سیرجان من میخواستن زندان کنن، این گفتن این روانی ای دیوونه، الهاماتی بهم میآید و تماما چجوری بگم، الان دقیقا تو فلسفه قرار گرفتم. آوارگی همه تردم کردن، هیچکی حتی خانم من دیگه میدونم با اصلا همصحبت هم دیگه نیست، میگن دیوونه شدی. این سوال پیش میاد که چرا این مهدی چرا آواره میشه، چرا ترد میشه؟ حالا من ادعا نمیخوام بکنم، با خدا ادعا نمیکنم، ولی چی کار کنم؟ خودتونو بذارین جا. من اصلا من چی بگم، چی جوری